سلام رفقای گل، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال امپراتور گیم. بچه ها امروز اومدیم به بازی دلتا فورس، یه بازی جدیده که من قرار بود خیلی وقت پیش ویدیوشو بذارم ولی قسمت نشد. الان میذارم، ازم بریم ببینیم چی میشه. بچه بازی خیلی خوبیه از نظر گرافیک، از نظر جزئیات و از نظر همه چی. فقط مپ های خیلی خوبی هم داره، مودای مختلفی داره، مثلا فرار، نمیدونم از این جداسه، خیلی مودای دیگه داره. یکی از بهترین موداش همینه که الان استارت میکنم، یادم رفته اسمشو، ولی مود خوبیه. بزن بریم. ایول، مپ خوبی آورد ولی بهتر از این هم هستش. بچه این مپ اولیه بازیه. وقتی شما بازی دانلود میکنید اولین مپی که بهتون میده اینه. در واقع میتونید مپ های دیگر هم بزنید ولی این مپ هم داره. من بچه اسنایپ برمیدارم. چی داره؟ خب من اسنایپ برمیدارم. اینجا میام اینجا کمپ میکنم. ای وای، این کاراکتر چرا برام داد؟ آجی این نمیخواستم. خب نه حلش بمبی چیزی هم ندارم از خودم بکشم. این جلو انمی خوش کنم. این چی بود؟ چاو بود. الان با چاقو میزن. چه شروع هستش. خب الان این رو درست کنم. این خوبه. این چی بود آخه بهنداد. خب یه دونه از اینا بندازم. بچه این ریوایو هم میتونه وقتی بمیره میتونم از اینجا اسپانش کنم دوباره. این که چراغ روشن خاموش میکنه، از دور میتونه انمی رو ببینم ولی من این خاموش میکنم که نبینم. لیزر دیگه چیز کمتر میکنه. نمیدونم چی بود اسمش، اتک نمیدونم چیه. چه هدشاتی زدم. خب یه مال من بود که خب ایوان. زدم. دیگه اونجا چی کار میکنم اینا؟ بردیم اینجا رو چه زود. معمولا اینجا خیلی گیر برمیدارن. بچه بازیش اینطوری که ما دو تا تیمیم، یکی حمله کننده یکی هم دفاع کننده. ما الان تیم حمله کننده ایم. این که زدم رادار بود، انمی ها رو نشون میده. خب داشتم میگفتم باید این قرمزا رو بگیریم تا بریم جلو. اگر همشون بگیریم برنده میشیم. اگه نتونیم بگیریم این 199 میبینه این بالا این گوشه، اون تموم بشه نمیدونم بر حسب چیه ولی اگه تموم بشه میبازیم. اگه دوست داشتی از مودهای مختلف دلتا فورس بازم بذارم حتما تو کامنت بگید. میخواد ریوایوش کنه من زدم. من تانک هست.
Allied troops neutralizing objective Bravo 1. خب اینجا بندازیم از اینا. Enemy neutralized. از این هدشات بود. دومی چه اون بالا رو میبینی این بوم این خیلی خفنه یه دونه بزنه همه رو میتونه کنه 16 میخواد من درستش کنم آخرش میتونه دست بیاره کم میشه به دست اون خیلی سخت این اسنایپر فقط دمیج این اسنایپر فقط دمیج میده که به بدن بزنم باید 2 تا بزنم اسنایپر خفنی نیست لیول 35 یه دونه اسنایپر خفنی نیست که همه رو وان شات میکنه ولی من اون لیول 33 هم بچه ایرانی هم هست تو بازی ها اگه خواستید میتونید با ایرانی هم بازی کنید ولی بیشتر روسی و عربی و نمیدونم چی میگه آمریکایی ها هستش زیاد آدمایی نمیاد که بازی کنه ایرانی زیاد نداره چرا اینطوری میشه با پینگو میبینی خدا وکیلی ها جوان این هم را داره گفتن دیگه ببین نشون داد که لحظه این هم که برق میزنه صفحه کجا رفت؟ دمیج نمیده اینا پس دوربین عوض کنم ای خدا باید رگا رو بردارم تازه فهمیدم همون اول کار اسنایپر بودن بعد از اون دیگه خوب نیست خب از اینجا دوباره بیام بذار برسم خب هدشات زدم از این فاصله با این است اسلحه سب کن ببینه اون چی اونجاست چی خوبه خب یه تانک ده کنار Allied troops launching an assault on objective Bravo 2.
میر دیگه. هیت شات. این چه خبر اینجا؟ خب سب کن. نمور پشمام چجوری نمور؟ We've lost half our reinforcements. Speed up the attack. واقعا نموردی پشمام. اصلا فکرم باگ خود نشون نداد ولی بازم نموردی. خب بذاریم من چیه میر دیگه. یکی از اینجا داشت میزد خب ناشش. نمازی بچه چون تیرم کمه به خاطر همین دونه میزنم که حروم نشه تیرم. Enemy objective marked. Regroup and take it down. ای تیرم تمام شد. نمیشه با این زن. چرا؟ نمیبیرم با پاک نمیبیرم. خیلی هد شات زدم پشمون با پاک. درست با پاک میزنم ببین. چی شد؟ مگه میشه با تیر زدش؟ وای داریم میبازیم حاجی اینو نمیبینی؟ این خیلی قویه اسنایپرش وان شات میکنه. خب بچه‌ها من یه کار دیگه میکنم. میخواستم بمب بیارم ولی تانک بیارم. من تانک رایگان ها بشم. چی اومد اینجا؟ چی بود؟ نبود اینجا. من تا برسم اونجا تموم شده بازی. ببینید که چی. برو بالا دیگه مگه تانک نیستی تو ها؟ برو دیگه. چرا از اینجا آورد من آخر؟ جنگ اون وسط از اینجا میدونم. داریم بدبخت میشیم. نباید بشیم. جنگ خوبه. سب از اینجا نباید. یا قرآن چه خبرتونه بابا؟ کنترل این چه سخته.
14. وای داری Allied troops میبازی. launching an assault on objective Bravo تو رو خدا 2. بگیری. Come to support. یه خورده بونده، فقط یه خورده. وای 11 9 8 او داریم چی داریم کم میشیم. خب We've taken a critical objective from the enemy. Nice work. گرفتیمش. بخواب بینم Our گوزو. enemy مال turned این the حرفا city to نمیخوری. ashes. We will restore order. آجا هم اینو شما بردارید که نمیخوام. تانک ول کرد میجو خودم پیاده میرم. خب میدونم که داخل اونجای باید بریم. Their خب last stand. ای Take the sector. اینو ببین آخه 14 یه خورده زبونم نکرد. یه خورده مونده. چقدر دیگه مونده واقعا خیلی کم مونده ولی باید بدونم. بابا 74 ما خدایش بگید لام از سبا. خب بگیرید دیگه اونجا رو 32 رو بگیرید. لعنتی ها. بجی همسایه بغلیمون داره چی کار میکنه؟ زمین میزنه. شهر عجیب. برو بالا دیگه مگه نون نخور. چی زدن همه یارام افتاد. نزنم منم. حال کردی بخواب گوزو. Allied troops launching an assault on objective Charlie 2. Come to support. اینجا بندازم میدونم. وای چقدر سخت شد حاجی. چیزی نمونده بمبو بندازم ها. چیزی نمونده. یه خورده دیگه باید بدونم بازم نمیخوام They've ببازم. nowhere else to run. Final چه push. خبره؟ چه کله خری بودم من افتادم اونجا. بچه کمک. One objective left. You're almost there. یار ما رو ببین یار اونا رو ببین. یار دیگری اومد من اونجا. خب چقدر مونده؟ یه خورده دیگه میخوام. ایول Missile ready. بچه Objective Charlie 2 is آماده ours. باشید Lock up. که میخوام نشونتون بدم. اگه از اینجا بیام بیرون میخوام نشونتون بدم چی کار کردم. صداشو میشنوی؟ داره میاد کجاست؟ ناشش یا بر چرا من کلت دستم. خب خیلی ها رو زدم. Smoke barrage ready. خب من همینجا کجام خوبه از اینجا بزنم کافیه. بچه شما 32 رو بگید من 31 هوا شو دارم میمیرم. چی کار دارم میکنه یعنی؟ وای الان داشت کن الان بیا. وای هفت وای
نه 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 نمیخوام ببازم. Objective left. You're almost there. بیاید بچه بیا. وای وای دم درش مردم. وای وای یکی من ریوایو کنه بره داخل. دو نه نه خب وقت اضافه دادم بهمون. یکی برن ریوایو کنه. خب نگاه کن تو رو خدایی. 31 رو میگیریم 32 میره. 32 رو میگیریم 31 میره. الان میام 31. الان Enemy key میام objective is under our control. Continue the attack. 31 رو نگه دارید. من Capture the برگشت last کار sector. میش. We're going to win this. این چی میگه اینجا؟ این چه صداییه؟ وای به ما هم زدن. Barrage ready. آنم نه دست فکر کردم به ما هم زدن. از تیم ما بود. خوبه یا خورده دوام بیارد. یه خورده برم میرم. این چه اینطوری انداختم آخه. بابا خشم عوض نکن. الان وقتش چیزی نه. کجاست؟ چیزایی از این برم. ویکتوری تمام بردیم. بله کی اول شد؟ کدوم تیم اول شد؟ بله من اول شدم. مونم از تیم خودم که اونم خودم اول شدم. ایول بولم. خب رفقای گل اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر خواستید دلتا فورس بریم و مودای دیگه‌ش هم تست کنیم حتما تو کامنت ها بهم بگین. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار.